خب سلام علیکم بچه‌ها، همه کسان عرض می‌کنم. خب در این درس ما با شما گفتیم درباره ساعتی دستی گپ زنیم و چقدر پیوستگی با تلفن. خب با من به نزدیکی چنین توفیق کردن ساعت رو در اول این ساعت رو من کمتر سرفراش نرفتم. من فکر کردم که با این ما میتونیم ممکن سیم کارت همونیم و از خاصیت های امکانیت های این استفاده بریم با مانند واتساپ و دیگر. بعدم فهمیدم که این چنین نبوده است با سببی که خب اولین رو ما میبینیم کاربکش دیده نه پشتش همین خیلی خودی ساعت باشد چون این طور. خب چقدر که میبینید روی اکران این هم دیگر خیلی است. خب در داخل این بسیار چیزهایی میگم در تلفن موبیلی است همون ها مونده شدن. خب چقدر است حتما این اینجا یک دایره چه دارد که اگر ما اون رو تاب دهیم اکران رو پیش و قفا میارد، یعنی برنامه اون رو نشون میده. چقدر که میبینید خب درباره این کنوپک است که این رو وقتی ساعت رو و دیگر چیز رو با اون نشون ساعت رو با اون نشون میدهد و اکرانش رو خاموش میکنه. خب اگر با نستریکش وارد شدنی باشین یعنی با چنین لوحه اینجا رو پخش میکنید، این دایره رو با درون پخش میکنید نشون میدهد. خب از نزدیک آورده صورتش گرفتیم که تا که فهم شود چی است در این داخل ساعت ما. خب اکنون میبینیم زبان رو چخیل ما میتونیم که دیگرگون کنیم، یعنی زبان این استاندارد انگلیسی است، همین نستریک رو پخش میکنیم با بلوش. خب با شما ممکن زبان انگلیسی باید فرق ندارد، همین تو مچه سیم رو انتخاب میکنیم. وقتی بالای اون رو پخش کردیم یک چند امکانیت رو پیدا میشود. خب در اینجا چخیلی که شما میبینید چخیل بیام وزیر این روی خط همین تجهیزات است که در همین ساعتی ما نصب کرده شده است. خب من این رو کمتر پیش میارم برای که فهمتر شود. این خیلی گرین باز خوبتر میشود. نگاه کنید در اینجا امکانیت های همین ساعت رو نویسوندم مونده است. خب بعد از اون چخیلی که میبینید همین جایی که هست. خب در همین جای من خوندم که برای اندروید ما چکار رو باید اجرا کنیم که ساعت ما با کور درآید. خب گفتش است اندروید 5 و iOS 9، یعنی برای همین ها ما این ساعت خود با خود کور نمیکند و یک پروگرام داشته است با نام فیت پرو. همین رو ما اگر از اینترنت اسکچات کنیم خب شما میتونید که همین ساعت رو در چی بعداً با یاردم این ساعت تلفناتون رو اداره کنید. خب کی باشد من همین فیت پرو رو از اینترنت اسکچات میکنیم. خب چخیل من اینجا حاضر اسکچات میکنیم با چنین طرز باش موزیر نشون میدهیم. خب ما تلفن وارد میشویم. بعد از اون که با گوگل پلی که ما وارد میشویم خب در جایی که پادکست ما منویسیم فیت پرو، یعنی چنین نوشتجات رو در اونجا مجرا میکنیم. بعد از اون که ما فیت پرو رو پخش کردیم و ما پیشکش میکنه یک چند برنامه رو ما دویمینش رو انتخاب میکنیم. تو چه استانویت رو پخش میکنیم با دقت باشیم با سرخ اشاره کرده ایم. خب بعد از اون انتظار میشیم تا زاگرسکا بوت شدن. بعد از اون که زاگرسکا بوت شد خب تو مچه استانوفکا میشد. بعد استانوفکا اتکریت رو ما پخش میکنیم. چنین لوحه تلفن من برای بی‌ضرر بودنش میسنجد با آنتیویروس خودش با گفتی گپای خودش درسته نادرسته نمیدونه. خب دوامش رو میریم. بعد از اون با ما پیشکش کرده میشد وقتی ما وارد شدن رو پخش کردیم آنتیویروس سنجیده بود که ساگلاسیته، یعنی با پالیتیکای ما راضی میشه یا نگفته ما راضیگی خودمون رو اجازه میدهیم. چون این برنامه پیدا میشد برای اکرانی ما همین گونه چیز پیدا میشد. تو مچه استرویستو رو ما پخش میکنیم. چقدر کنید در گلاو نایستده است ما استرویستو رو پخش میکنیم. خب پیش از استرویستو رو پخش کردن با شما مصلحت میدادم که بلوتوز تلفن رو گریان کنید. به بلوتوز این برنامه کار نمیکنه. خب بلوتوز رو گریان میکنیم. در اینجا چخیل که میبینید نپاد کلیچون رو میگوید بعدا میفهمیم. فیت پرالکه خودش رو نشون بود. خب بلوتوز رو گریان میکنیم. استرویستو باشد چون این لوحه دارد با اینجا با زرد اشاره کردن با دقت باشد نپاد کلیچونه حالا پیوست نیست. خب پایسک پاد کلیچون استرویستو پایسکی پاد کلیچون استرویستو رو ما پخش میکنیم.
خب بعد از آن از ما میپرسد که با местоположение اجازت میدهید؟ ما میگیم بله، разрешить برای بلوتوز رو گفتگو کردن. خب وقتی که ما آن رو پخش کردیم، اونجا در قسم پایین دایره که هست این تاب میخورد، یعنی پویسک میدهد загрузка و ساعتی ما رو پیدا میکند. ساعتی ما که پیدا شد ما با بالای این پخش میکنیم. خب بعد از اون در اینجا подключение میرود، یکم بلوتوز رو پیوست میکند، دیوم настройки ساعت رو از تلفن توغری میکند. بعد از اون همین خیلی میرود، همین 4 تاش که پیوست شد. خب همین خیلی همش завершено میگوید. خب آخرانگیش که завершено گفت با برنامه برمیگردیم. چخل که در اول گفته بودیم اینجا یگان چی نبود، اکنون نامی ساعتی ما در اینجا پیوست میشود و با همین بود. بعد از آن برای فوتو از با یاردمی ساعت بگیم صورت گرفتن ما میگیم اجازت میدهیم разрешить. خب بعد از این با ما اکنون با جای صورت گرفتن تلفن وارد میشد، ما میگیم بله، با دن ما اجازت میدهیم разрешить. خب همین بود بچه ها، یک اصول آسان است. با یاردمی چخل که با یاردمی ساعت شما علاقه در اینجا ما با شما گفتیم. خب настройки اینها رو زیر های پیش چخل که میبینید موسیقی تلفن رو با یاردمی ساعت گریان کردن میتوانیم و با настройки در آوردن میتوانیم، صورت گرفتن میتوانیم. خب با همین این برنامه ما با آخر رسید. سلامت و قامت بلند و سرافراز باشید تا درس‌های آینده ما. این بود آید که تا درباره برنامه تلفنی و پیوست ساعت و تلفن. سلامت باشید.